محمد مقاومت کرد و گفت که نه، اینه که باید بزنه و من برم تو جمعیت. آرتین هم رفت مهدی کودک، شعر یاد گرفت، همه اینا رو داشت خوب پیش میرفت. یه روزی دیدم که گفتن که به مربی همراه نیاز داره. گفتم چرا؟ گفتن زیر نظر روانشناس کوچو صحبت کردم، فهمیدن که آرتینا درگیر اختلالات اون هم تأخیر رشدیه، یعنی از سنش عقب داره. آرتینا سنی شد که باید وارد مدرسه میشد. رفتم تست سنجش رو دادیم و همونجا گفتن که خانم بچه باید بره مدرسه استثنایی. یک سال مدرسه عادی رفت، یک سال اول همینجوری خوند و خیلی بچه ضربه خورد، اعتماد به نفسش اومد پایین و دیگه قبول داشتم رفت مدرسه استثنایی. گفتم خدا هیچ که منو نشناسه اینجا، هیچ که منو نبینه اینجا. همون روز یکی از عقب منو اونجا دیدم. گفتم اشکال نداره، اوشون هم بس دردی مثل منو دارن که اونجا هستن. و از اونجا شروع شد که عاشق اینجور بچه‌ها شدم، با دل و جون رفتم سمتشون و الان با افتخار اعلام میکنم که من دختری دارم، بچه استثنایی، بچه خاصم واقعا. و اینجور شد که تصمیم گرفتم به شهر بازی بزنم و از بچه استثنایی حمایت کنم و با دل و جون عاشقشونم، هر کاری بیتونم برشون انجام بدم.